علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در رابطه با کفاره، هر کسی که در ماه رمضان با همسرش جماع کرد، با همسرش خانه‌داری کرده، برای این نفر هم قضا هست و هم کفاره است. برای این نفر هم قضایی همون یک روزی که جماع کردگی از قضای او روز را بجا آوردن است و هم کفاره هست. و کفارش این یک غلام را آزاد کردن است. اگر که نیفتد 2 ماه پی در پی روزه گرفتن است. اگر یک غلام نیفتد 2 ماه پی در پی روزه گرفتن است. اگر استطاعت و توان 2 ماه پی در پی روزه گرفتن را نداشتد، پس 60 مسکین را طعام میدهد. 60 مسکین را به اندازه نصف ساع از همون طعامی که معروف و مشهور است در یک شهر، به اندازه نصف ساع 60 مسکین را طعام میدهد. و نصف ساع چون که قبلا ذکر کرده شده که 1.5 کیلو یا که کمتر بیشتر از 1.5 کیلو نصف ساع است. پس کفارش اگر که 2 ماه پی در پی روزه گرفتن را نداشتد، 60 مسکین را طعام میدهد. دوم مسئله که در رابطه با کفاره باید که دانسته بشود و همین است که اگر کسی که کفاره از دادن کفاره عاجز مانده، یعنی اینکه نه غلامی را آزاد کرده تونسته، نه 2 ماه پی در پی روزه گرفتن، نه توانایی و استطاعتی 60 مسکین را طعام دادن داشته، یعنی که یگان تا از اینها را استطاعت و توانش نداشته، در این وقت همین وجوبیت از او ساقط می شود. زیرا مناط تکلیف ای داشتن قدرت است. وقتی که قدرت و توانایی را نداشته باشد، از او ساقط می شود. چنانکه الله عز و جل می‌فرماید که لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله عز و جل هیچ نفس را مکلف نکرد مگر به قدر استطاعت و توانش. و همچنین بنابر دلیل عمل کرد خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که یک مرد در ماه رمضان با همسرش خانه‌داری کردن، جماع کردن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از حال اون آگاه شدن که استطاعت و توانایی 2 ماه پی در پی روزه گرفتن را ندارد و همچنین توانایی 60 مسکین را طعام دادن ندارد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صدقاتی که براش آمدگی بوده از خرما برای همین شخص دادن که در اهل خانواده خودش همیرا اینه که خیر بکند و همیرا همچون کفاره بدهد. بله. و سوم مسئله که در رابطه با کفاره دانسته بشود و همین است که کفاره برای مرد است و برای زن واجب نیست. زیرا اون شخصی که با همراه پیامبر اکرم اون شخصی که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با همراه همسرشان جماع کردن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فقط تنها برای مرد کفاره را ذکر کردن، برای زن کفاره را ذکر نکردن. والله اعلم. همین است. بارک الله فیکم.